اومدیم منطقه زیبای بلوردکان اتاقبر لنگرود. این هم روستای حسین آباد. اول رانندگی تو جاده داریم و بعدش گردش جاهای مختلف. با ما تا آخر همراه باشید. با احتیاط با رانندگی کردیم. این هم ماشینا دکتر گرفتن 20 نفر اونجا نشستن. از اون صحیح اون خداییش سوئیس قشنگ‌تره یا لنگرود؟ مستقیم میره حملش، اون میدون خالی دشت حملش. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. امروز ولاگ دومو داریم میگیریم. ولاگ قبلی از لنگرود گرفتیم به اتاقبر و کومله، یه بخشای جاده همین حملش رو گرفتیم. الان هم که ولاگ بلوردکان و لاتلیل رو شروع کردیم. امروز هم جمعه 27 تیر ماه، ساعت هم 11:04. این ولاگ اینجا رو قبلا گرفتیم ولی توضیحات نبوده، آهنگ بوده. تهلستان تلفظش سخت نبوده. گفتیم تو مجدد بریم یه خورده کاملتر بگیریم با تجربه بیشتر، با صدای خودمون لذت ببریم با هم دیگه. امروز هم جمعه است، احتمال زیاد شلوغه این برا. بالا رودخونه داره، هم شنا میکنن هم خنکه. روزهای تعطیل یه خورده با احتیاط با رانندگی کردیم. این ماشینا تو پیچ بعدی هم ماشین بود. اون ولاگ قبلی خیلی خلوت بود. فکر کنم بعد از ظهر وسط هفته دوشنبه همچین چیزی بود. یادم خیلی خلوت بود. بریم امروز ببینیم چه خبره. جیب کائن یه جزء لنگرود حساب میشه. چیزی که من یادمه نزدیک حملش هست. از اون پل به بعد جزء حملشه، جا قبلش جزء لنگروده. خیلی به هم نزدیکن. این جوکه بود میگفت که اومدیم تو چالوس جا پارک پیدا کنیم، یادیم ماشین تو نوشهر پارک کردیم. شهرهای شمالی همینجوریه. این هم خدمتی داشتیم یزدی بود، بعد این سالی قبول شده بود. میگفت که این شهرهای شمالی چرا اینجوریه؟ میگه چطور؟ گفت اصلا نمیفهمی شهر بعدی کی رفتی داخلش. شهرهای جنوبی و مرکزی و شهرهای دیگه قشنگ مشخصه شهر بعدی کجاست. گیلان واقعا متوجه نمیشه که از یه شهر میره تو شهر دیگه. فقط به هم چسبیدن. مثلا مثل کشوری بود نصف خونش زوزنقه بود، نصف خونش توی یک کشور بود، نصف خونش توی یک کشور دیگه بود. مثلا اتاق خوابش میومدیم اتاق خوابش انگار رفت یک کشور دیگه. اینجوری بود. شمال هم همینجوریه. من خونه نمیدونم که مثلا نصف این باشه نصف اون، ولی مرز شهرها معمولا زیاد مشخص نیست. یه رودخونه‌ای باشه. مثلا لنگرود لایجان تقریبا همینجوریه. شما لیالستان یهو میری وارد دیفشل و لنگرود اینا میشه. اینم تازه آباد لاتلیل. لات به معنی اون لات نیست. لات به معنی رودخونه اینا رو میگن لات. اطراف رودخونه یا خود رودخونه رو میگن لات. لیل و معنیشو نمیدونم. عربی بعید باشه که همون شب میشه. منظور لات وقتی شنیدین جای رودخونه ای داره، مثل اصول لات، مثل نمیدونم
سنگلات، ترازلات، یه دونه هم چابکسر خاورخانوم هست اسمش امروز نمیدونم چرا اسمای زیاد تو ذهنم نمیاد. عکس از اینجا خیلی دیدین کلیپ، مثلا لنگرود بارونی نباشه همین اطرافه، خیلی منظره قشنگی داره. حالا ما رانندگی میکنیم، موقع برگشت براتونم منظره جدا جدا فیلم میذارم. زمین شالی کنار، ما میگیم بیجار، شما یاد بگیریم بهش بگیم بیجار، هم شالیزار کنار جاده قشنگ. این صدایی که میشنوید جلو بندی ما نیست، این که فلزیه بخاطر داشبورده اون میخوره، دست من هم نمیرسه برش دارم. گندم میکنم، برنجا چیز کردم، خوشه کردم، مامانم نمیگم خوشه کردم، چیه این خوشه است. تو تمام ولاگا گفتم، بازم میگم شما این گاوا رو نگاه نکنید ببینید اینجا سبقت میره، اینجا محله، یا مثلا بچه میاد یا سگ، هر خونه معمولا این سگی داره، سگ میپره، گاو میپره، جا رو سعی کنید آروم بریم محل و شده روستایی که آروم برین، اصلا همون 60-70 تا با احتیاط برین، ولی عجله که نداریم، جاده به این قشنگی هم 60-70 تا 80 تا بس، یهو میان چه کاری نمیتونی بکنی. نه این پایگاه اورژانس رفیق ما، زنگ بزنیم ببینیم هستن. ماشینش که پارک، ماشین خودش بود. دوستان منو میشناسن، من کارمند بیمارستانم، کادر درمانم، اینا هم همکلاسیای ما بودن، پرستارن، الان پایگاه اورژانسن، معمولا بهشون سر میزنم. خسته نباشید میگم به بچهای همکارای خودمون کادر درمان هر جای دنیا که هستن، خدایش میگم، حالا نمیگم خودم کادر درمانم، کادر درمان توی ایران واقعا مظلومه. یعنی هر کی یارو میره بانک وای میسه 3 ساعت 2 ساعت، خودم برام پیش اومده بابت وام یه 2 ساعت 3 ساعت میشینی اینجا، شما نمیگی نوبتت بشه، حالا برق قطع میشه، سیستم قطع میشه، هیچ اعتراضی نمیشه، هیچ جیکی در نمیاد، ولی تا تکون میخوریم این کار درمانو میزنن، دکتر فحاشی میکنن. نمیگیم مشکل نداره، نمیگیم به هر حال چیز نیست، ولی خطای سیستمیه. من تو توضیح بدم، مثلا مطمئنم شما دوستان هستن خارجم تایید میکنن حرف منو، چون دیگه به هر حال همکارای خودمون هم هستن، ازشون سوال میکنیم. دوستان ما تو خارجن، کانادا، دانمارک، آلمان، دوستای تو عمان، ببینیم عمان هم هست، گرسک اینجا، گرسک.
برامون توضیح دادن که میگه تو اورژانسی هم کارت باشه باید بری اونجا 2 ساعت بشینی تا دکتر تو رو ببینه. روالش اینجوریه. ولی تو بیمارستان ایران حتی تهران اینجوری نیست. بیشتر شمال اینجوریه. شما کلتو از تو چی میندازی نگهبانی میای داخل. چه سرما خورده باشی، چه نمیدونم انگشتت زخم شده باشه، چه نمیدونم تصادف کرده باشی، هر جا باشی تو نگهبانیش بده نمیگه کجا داری میری. بعد شما می اونجا میشینی میبینی مثال میگم، مثلا 20 نفر اونجا نشستن، ویزیت دکتر گرفتن، 20 نفر اونجا نشستن، از اون 20 نفر مطمئن باشی 15 نفرش به خاطر سرماخوردگی اومدن، یا مثلا اومده آزمایش دکتر براش بنویسه، نمیدونم براش دارو بنویسه، داروهاش مثلا نسخه جدید بده، نمیدونم فشارش رو بگیره، همچین چیزایی. از اون 20 نفر 15 نفرشون اینه. در صورتی که این کارا مال اورژانس نیست، این کارا اورژانسی نیست، تو اورژانس نیست، اینا کارهایی که شما باید برید صبح درمانگاه یا مثلا خانه بهداشت یا مطب چی کنین که وقت بقیه گرفته نشه. همون بیمار اورژانسی میاره مثلا دل درد داره، سر درد داره، نمیدونم مشکلی داره، اون مجبور اونجا صف وایسه. اورژانسی ترا رو که مثلا چیزه یا دکتر مجبوره چیز کنه. ولی خب مثال میگم مثلا شکم درد و دیگه جزء خیلی اورژانسی نیست، با نوبت وایسه. بعد باشه درگیری با دکتر هم دعوا میگیرن، مثلا با اون 15 نفری که اونجا نشستن الکی دارن وقت میگیرن با اون دعوا نمیکنن، میان با دکتر دعوا میگیرن که ما چیز کردیم. و دکتر حالا اینم جالبه، مثلا میگه ما منتظر وایمیم هر کی میره داخل 20 دقیقه طول میکشه، ولی ما میریم دکتر 2 دقیقه طول میکشه. مثلا این مشکل سیستمه. مثلا ما تو رادیولوژی هستیم، رادیولوژی الان جدیدن یاد گرفتم مثلا ساعت 2 3 4 صبح ما خوابیدیم، مثلا میاد یارو عکس چی داری، مثلا عکس پاشو گچ گرفته اومده مثلا عکس بگیره فردا بعدا بره دکتر، بهش میگه 4 صبح واسه چی اومدی؟ 4 صبح این عکسا نیست. میگه روز شلوغه، مثلا روز برای اینکه نوبت نمونه ویزیت دکتر اینا ساعت 4 صبح میاد عکس بگیره. مثلا ما مجبوریم بگیریم دیگه. مثلا این مشکل سیستم دیگه. یعنی 4 صبح آقا این مرد با گچ چرا تو بیمارستان راه میره؟ آخه چیز اورژانسی نیست که. حالا دکتر هم مثلا آدم دیگه، مثلا تا 12:01 مطمئنا کلی آدم دیده، مثلا 2 ساعت چیز کنه استراحت کنه. مثال میگم یه آدم اورژانسی بیاد یه خستگی در کرده باشه، حالا پرستار و صندوق و اینا همه رو داره درگیر میکنه به خاطر اینکه آقا روز نمیخواد بیاد. اینا مشکل سیستمه. این شما اگه تو حرف ما رو شنیدید اینجا تا اینجا گوش دادی، حتما سعی کنین رعایت کنید، مثلا چیزای الکی نرین بیمارستان. درمانگاه خانه بهداشت هم پزشک داره، صبح تا ظهر هم هستن، همشون هم با بیمار قرارداد دارن، وقتتون هم گرفته نمیشه. ماشاءالله خانه بهداشت دارن همیشه خلوته، همیشه هم پزشک امید تا ظهر مجبور باشه اونجا. این نسختون اونجا براتون بنویسه، مثلا بابت سرماخوردگی دیگه برین اونجا. پنجاشیش واف مال املشه. این املشی من نمیدونم واسه چی عجله دارن همیشه. سر پی سبقت گرفت. اینو دیدین نه؟ حالا اومد جلوی ما اینجا واسه تورنوس. جلوی ما بود ما آزارش بود. بعد همه پیچ نگاه کنید تابلو رو. اینم گاو. معلوم رو گاو. اینم گاو. رو خاموش کنم، حواسم نبود سنگوله داریم. شما رو بریم پایین. محل حیوانات این کثیفونی وحشی بود، علی بود. علی باشه، وحشی شبیه غزال میجهه. میبینین تمام پیچاش همه خطرناک هست. اینجا نمیشه سرقت گرفت. صدای جیرجیرک میاد. خیلی گرمه لعنتی، چون ارتفاع زیاد نداره. زیر درخت‌ها سایه‌ها خنک، جاده اصلی گرم.
اینجا آبنما ما تو 3000 یه دونه داشتیم بهش میگن آبنما. یاد جوارده ولاگ جوارده رو آماده پست گذاشتم هنوز ارسال نکردم. ناچارم اینجا نون میپخت. وای برگشت اگه شد من میام اینجا یه فیلم براتون میگیرم. نه خانوادگی پشت وانت نشستن. بنده خدا یه دونه معلول هم اینا داره. یه ویلچری هم بالا سرش هست. این سفر رو عوض کردیم هنوز با ماشین مچ نشده. احساس میکنیم تایم الان اینجا 34 درجه است با اینکه 35 یه درجه. تو این تایم ها باید خیلی آدم بر بالا یه کله پوکی داره. احمقه نکنی شما مثل این یعنی که موتوری از رو برو اومدی دیدین بلاکش هم که دیگه مشخص نگو. دو تا ماشین رفتی جلو دیگه. دو تا ماشین جلو چه خبر هست؟ چی نیست. جا اندازه کافی هم هست. باز دارم ما یه منجیل تر بودم. من داستان برای دوستان تعریف کردم. منجیل تر بودم یه آقای اومد یه واکر دستش بود. واکر این شبیه عصای ولی تقریبا یو ماننده یعنی دو تا پایه داره واکر. با اون هی مثلا هی هولش هی بلند میکرد مثلا 10 سانت جابجا میشه. هی بلند میکرد 10 سانت جابجا میشه. هی 10 سانت جابجا میشد. گفتم بفرمایید. گفت من عکس رادیولوژی دارم اینا هم عکس بگیرم برم دکتر. باش عکسشو گرفتم دیدم این شلوارش رو زد بالا مشخص بود که پاش خیلی عمل شده بود. جای پیچاش هنوز بود. گفتم چی شده پاتون؟ منظره به چه منظره قشنگ. منظره رو براتون میگیرم جاده رو فعلا براتون بگیرم تا آخر. گفتم چی شده؟ یه آقای مثلا 45 6 7 سن ساله میان سال. گفتم چی شده؟ گفت من ماشین سمن داشتم. ماشین سمن داشتم اصلا زیر 140 50 تا من راه نمیرفتم. زیر 140 50 تا راه نمیرفتم. بعد به من میگفتن دوستان آقا خانواده میگه یواشتم. نه این ماشین سمنده ماشین فلانه. چی شده؟ خوبی چی؟ رفتم تو سرقت کامیون از روبرو اومد با سمن رفتم زیر کامیون. گفت این داشبورد و فرمون اومد رو پا مثلا ماشین رو برش دادن منو در آوردن. و هر جا ما رو بردم مثلا پرسینای رشت نه همه گفتم پاش باید قطع بشه. پاش باید قطع شه. خیلی خورد شده بود و عکسش هم مشخص بود. اینو یه دکتر پیدا کردیم. این یه دونه روستای شفیع آباد حسین آباد همچین چیزیه. حالا دقیق باز میگم اینجا خیلی قشنگه. این منظره عکس براتون ویدیوشو میگیرم. گفت چیه بنده خود دکتر پیدا شد قبول کرد که مثلا برای ما کوچیک مثلا عملای ریز بهش میگم چیز اکسترنال پلاتین فیکساتور اکسترنال بذاره که مثلا پا اون رو قطع نکنم. ولی جاش مشخص اون پیچاشو در میاره یه جای سوراخاشون معلوم. چی دیگه الان من میتونم با واکر راه برم. پاهم دیگه قطع نشد.
ولی دیگه رانندگی و اینا نمیتونم بکنم، راه رفتن هم اینجوریه. والا من راستش موقع پراید داشتم، حالا نه 170 تا زیاد احتیاط هم نمی کردم، این سرعت می رفتیم. بعد از اون سعی میکنم خیلی آرومتر برم. اون تو ذهنم میاد بابایی عکسشو گوشیم هم فکر کنم دارم، عکس رادیولوژیشو وقت کردم براتون میذارم توی کامیونیتی پست که ببینین بنده خدا پاش وضعی بود. اینکه فکر میکنی یه صحنه رفتی، 2 صحنه در رفتی، 3 صحنه، 10 تا 20 تا مثلا 100 تا صحنه رو در رفتی، حالا یه جا گیر میکنی، یه جا راه در روی نیست. حالا که اون حادثه برات رخ نده، برای هیچ کی رخ نده، ما که راضی نیستیم. چون بدبختی اینجوریه که هر کسی جواب حماقت خودشو نمیده. بعضیا آدما جواب حماقت دیگران رو میدن. تو سبقت میگیری با یکی شاخ به شاخ میدنی، تو سبقت گرفتی، اون بدبخت تو با خانواده اون چه گونه. اینم بلوردکان. به اینجا، از اینجا بلوردکان شروع میشه، روستای توریستی بلوردکان. اینجا خونه بونگردی هم اجاره میدن. این شرق گیلان البته جای دیگه هم هست، ولی من چون پیجای شرق گیلان و اصلا پیجای شرق گیلان یک بار صمیمی‌تره. من نمیدونم چه اینجوری احساس میکنم، چون شهرش کوچیک‌تره. مثلا میگم مثلا ادمین پیج رودسر تقریبا همه عروسی‌ها رو میره، چون شهر کوچیک‌تره. بعد مثلا میذاره هر روز آداش میدی می‌بینی ماشینا اینجا رودخونه است، براتون فیلم میگیرم موقع برگشت. 2 تا سر پیش داره دور میزنه. مومی نبود. ما یکم چالی دشت رو میریم، بعد برمیگردیم این سمت هم بریم. سمت میکنم خاکی بود من رفته بودم. بلاک 78 بودی 87 20 صفحه گلر دارم به ترمز اون پراید بود. داستان از ذهنم رفت. این تایمای گرم باید خیلی بری بالا، مثلا اشکبر سفیداب به بعد، نه گرما به دشت به بالا، مثلا خنک مثلا دیلمان مثلا اسپیری اینجا هم ماشین پارک کردم پایین. راست من بلد نیستم، ما رو دوزیدن دیگه حلال. ماشاءالله راحت میتونیم بشیم. دوربین داغ کرد خاموش شد. البته اونجا یه جایی داشتیم میدونی خطرناک، ترسیدم منو بدزدن. ولی خاکی بود. ماشین معمولا من خاکی نمیبرم، چون که بلد نیستیم. و این سمت پل رو برمیگردیم، دوباره میریم
خبره. بعدش از جاده از دوربین بالا میکارم، فقط براتون بد میشه دیگه، از سخنان گوهربار من محروم میشین. یکم از جای مختلف تو راه هم فیلم براتون میذارم. چایی بخوریم. حاج خانمه داشت نون میپخت، ببینم اجازه میده فیلم بگیریم. معمولا اجازه میدن، ولی تو بازار خانم‌ها خود با آدم بحث میکنن، بحث که نه حق هم دارن، فکر میکنن هم مسخره میکنه یا مثلا دوست ندارن دیگه. ما هم ربطی نداره، ما معمولا اجازه میگیریم، اجازه نداریم. این هم آقای سبقت گرفت رسانه‌شو خورده، داره خرید لیست میزنه. داشتم راجع به رودسر و اینا صحبت میکردم. این عروسیای محلی دوباره راه افتادن، خدا رو شکر. من خودم خوشم میاد. بس رقص و اینا شادیشو زیاد مهم نیست برام. شاید همیشه شاد باشن، نه شاد باشن. شاید بحث اون زرش بالا با مرغه که من دوست دارم. خودش تو محل درست میکنن، روغتیش یه خوشمزگی دیگه داره. میگن نه تو تالار باید بشینیم ما خیار و سیب و با اون چی داره کیکه دانمارکی بهش میگم، مزه عروسی بخوریدیم، خیار پوست بکنیم، خبری نیست. زنجیر چند اینجا هم دور میزنیم، چون رودخونه پایینه، بالا میگه دیگه رودخونه ای نداره. رودکان به خاطر رودخونهش میاد دیگه. بعدش ما از جای مختلف فیلم میگیریم. شما قطع نکن فقط. خواستم برم اونجا جلو براتون فیلم بگیرم، ببینین، ولی متاسفانه اونجا یه مار دیدم، پروژه کنسل شد. یه از همین دور لذت ببرم، من خیلی از مار میترسم. به چقدر قشنگ. جاده همینجا بود که تا رفتیم، دوربین خاموش شد، سرباله خاکی بود. این هم یه رودخونه باش که جاهاش نمیخواد خونه باشه، بردم بعید خیلی خوب شلوغه دیگه. این هم یه پل خشتیه، معلومه قدیمی تاریخیه. رویش کبابم ساندلاس کردن زدن، اسمشو که ننوشته چی بشه. یه آفیسر این پایین بود، سوال کردم جو آبی زیاد سرد میشه. جای خنکه دیگه کناره، خاطر هم شده. حالا ما میریم باز پایین تر براتون فیلم بگیریم.
اینترنت سرچ کردم الان سرچ کردم، بله بلوردکان جز توابع اتاقبر لنگروده. ما اومدیم بریم تقریبا زیباترین روستای اینجا به نام حسین آباد. این حسین آباد بلوردکان، جاتون خالی. منظره زیبا ولی گرم صدای رودخونه هم اینو میشنوی یا نه؟ اون پایینی هم مسجد احتمالی داری جای بلنگویی داره. جاتون خالی. اینجا الان مونده. خسته نباشه. یه دونه میتونم بردارم؟ دست چایی اون دست شما دارم.
دست شما داره بکن خواهی چایی بخواه واکنش ایرانی ها به گرمای 40 درجه چایی بخورد. کتون خوبی خانم های مهرمون به ما پندوق تازه هم دادن. کتون خالی پندوق سبز. امیدوارم که لذت برده باشین و کامنت و لایک و حمایت فراموش نشه. کتون خالی این گیاه خوشگله میبینین چند دقیقه از این چوچاق یه چیز میریزن زیتون و دلار و دلال و داره گل میده شبیه زیتون. اینجا زمین شالی از اینجا فکر کنم عکس زیاد دیدین. منظره زیبای برنج وقتی میگن از این منظره الان بهتون نشون میدم. شاعر میگه برنجا خوشه کردن کاش بودی و میگه خویی لعنتی